نمیخوام که مرد توصیه کرد، برای اینکه هر یک زن باید که مستقلانه فکر خودش کنه لباس پوشد و فکر من همین است. هر یک دولت یعنی فرهنگ، مرام، زبان خود دارد و همچنین با دیگران یا که با خواهران و اپا و دادران خود توصیه میدیم که بیشتر از فرهنگ ملی خود، از زبان ملی خود و از لباس ملی که در تاجیکستان عزیز ما پیشکش کرده شده است از آنها بیشتر استفاده کنند. خیلی شوهر چیزی که گوید به گپی شوهر، به خواهش شوهر باید لباس پوشید. هیچ کس حقوق ندارد که درباره لباس پوشی زنها و دخترها، جوانها عموما فکرهای هر خیلی ضد عقیده خود همانها گوید. من خودم مثلا طرفدار آزادی، طرفدار اونی که زنای ما به همون هم طبیعتا بسیار زیبا می باشند، از قوش و از چشم و از موی و کدام طرفشون به آسایش مکن زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز، یاد کن از آتش روز معاد، جلوه گیسو مره در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، کودک نیستی بزرگ شدی. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیست، پوشش چسبان و رنگارنگ چیست. خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. خواهرم ای عاشق دین مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین، یک لحظه به ازواج پیغمبر نگاه بکن. متاسفانه امروز این مسائل نیست سروران عزیز. جوانان را بگذار به جای خودش که امروز پیرزنها برداشتن. آی مردم این بدبختی را به کجا ببریم؟ ببر قدیم شنیدیم اون عشق پیری گر بجنبد سر به شیدایی زند، ولی امروز دیدیم پیرزنی که بالاخره آفتاب عمرش بر لب بام رسیده و برف پیری سراسر وجودش را فرا گرفته، میاد آرایش میکنه خودش را. لب و دهانی که امتدادش از مشرق تا مغرب صورتش رو گرفته میاد اونها رو ماتیک میزنه. چشمان از حلق بیرون آمدهش رو مداد چشم میکنه. پشت چشمانشون مثل چشمان بلا نسبت قورباغه سبز میکنه.